پیش اومده بود اخیراً دوست داشتم بیام اینجا هم باهاتون گپ کنم، هم بهتون بگم که آگاهی شما بالا بره و از مزایا و معایب مهاجرت و این داستانا و علاوه بر اون شاید من تونستم میکاپ آرتیست عروسیمو پیدا کنم به صورت آنلاین. حالا شاید شما یکیتون تو یوکی بود و خواست بیاد میکاپ آرتیست عروسیم بشه و اینا. آره، موضوع در مورد انتخاب میکاپ آرتیست برای عروسی هستش. عروسیم فارسیم داره به فنا میره، باید برم کلاس آموزش فارسی یه دوره. آره، خلاصه که ما اینجا که هستیم خیلی شهر کوچیکیه، نزدیک 5000 تا جمعیت داره. بعد من رفتم همه پیج میکاپ آرتیستا رو دیدم، 3-4 تا بودن. از اون 3-4 تا مثلا اوکی بودن، خیلی تو دلم نمیرفت، یا خیلی میکاپ زیاد بود، موجهای بلند و غلیظ، یا میکاپ کلن پروفشنال نبود، حرفه‌ای نبود، موج مصنوعی کلن معلوم بود. خب من دوست دارم موج مصنوعی نچرال چسبونده بشه. حالا شما میگید تو که میکاپ آرتیستی دوره گذرونده چرا خودت انجام نمیدی؟ دقیقاً همه بهم میگن. موضوع اینه که من برای خودم میکاپ کنم برم مهمونی، تولد، عروسی استرس میگیرم. یعنی استرس میگیرم در حدی که دیگه 2 دقیقه مونده از خونه بریم بیرون موجه رو میکنم، استایل میکاپ عوض میکنم. یعنی خیلی حساسم. میکاپ روزمره‌مو شاید خیلی خوب انجام بدم الان نگاه کنید، ولی اگه بریم جایی خیلی حساس و وسواسی میشم و دیگه استرسم میگیرم. فکر کن برای خودم هم برای ساختوشم انجام بدم اصلا نمیتونم. یعنی فشار روانیش خیلی بیشتر از حد. برای همون مجبورم میکاپ آرتیست بگیرم که کارم اون روز انجام بده، من با خیال راحت چشامو ببندم و ریلکس کنم به جای استرس گرفتم. وای چرا موجه اینجوری چسبید، وای چرا روژ رنگش اینجوریه. خلاصه ترجیح میدم یکی برام انجام بده. هم وسواس بودنم کم میاد، یکی انجام بده، خیلی گیر نمیدم، چون وقتی قلم دست خودمه 1000 بار عوضش میکنم دیگه. میگم این ورشو اینجور کنم بهتر، اون ورشو اینجور کنم. خلاصه که موضوع اینه که من برای همون دنبال کسی هم میکاپمو انجام بده. یه میکاپ آرتیست انتخاب کردم از همین شهرستان خودمون. میکاپش اوکی بود، خوشم اومد. گفتم حالا به سبک من نزدیک تره و اینا. گفت حالا میخوای مثلا برای تست بیا میکاپ رود کنم؟ گفتم نه، دوست دارم سورپرایز بشم تو روز عروسی، سورپرایز خوب. نه نمیخواد تستی بریم مثلا میکاپ بگیریم، حالا همون روز عروسی اوکیه و این داستانا. من رفتم دختر رو فالو کردم و پیج کاریش و پیج شخصیش و چون اینجا جای کوچیکیه دیگه همه میشناسن فالو میکنن. خلاصه که من با این اوکی کردم ولی هیچ مبلغی پرداخت نشده، یعنی لفظی همش. بعد 2 ماه پیش متوجه شدم حامله‌ام که شده، قراره بچه دار بشه. گفتم نکنه من باید کنسل کنم، ولی دوسته اون میکاپ آرتیسته که با من دوسته گفتش که نه کار میکنه، اون موقع بچهش 2 ماهه میشه، اوکی کنسل نمیکنم. گفتم اوکی باشه. بعد دیگه من همینجوری دیگه گفتم با این میرم جلو. بعد این اخیراً 2 هفته پیش تو پیجش مثلا چیزای نجات پرستانه میذاره در مورد مهاجرا، مثلا کسایی که بنفیت میگیرن از دولت یا کسایی که کار نمیکنن یا سیاه‌پوستا، یا کلا مثلا یه پستی بود گفته بود که کسایی که از مرز بلند رد میشن مثلا دولتش قانون سخت گذاشته که بکشه اونایی که غیر قانونی از مرز رد میشن و این خوشش اومده بود، لایکش کرده بود و شیرش کرده بود و من خیلی ناراحت شدم چون من مهاجرم و دوست ندارم همچین چیزایی رو ببینم. بعد کافی مهاجرت سنگینی و فشار ذهنی داره و اون شخص میدونم تارگتش هدفش من نیستم، کلا طرز فکرش نجات پرستانه است. یعنی اصلا اون شاید
شاید هدفش من نیستم واقعا، چون من مشتریشم. بعد کلا کسایی که رفتارهای نجات پرستانه‌شون رو نشون میدن من نمیتونم تحمل کنم. من تو جامعه، از جامعه دیگه وارد این جامعه شدم و دارم تلاشمو میکنم یک رنگ بشم، فلکسیبل باشم، یعنی با فرهنگ کنار بیام. با هیچ کسی هم یعنی مخالفتی نداشتم هیچ موقع، ولی اگه ببینم کسی نجات پرسته، اگه تو محیط کارم باشه که خب نتونم از اون محیط بیام بیرون، مجبورم تحمل کنم. ولی وقتی مثل زندگی عادی که من مجبور نیستم رفتار نجات پرستانه رو تحمل کنم و انتخاب دست منه، مثلا میکاپ آرتیست رو من انتخاب میکنم، خب اونجوری من میتونم اون شخص رو حذف کنم از زندگیم و به خودم آسیب نزنم. شرایط محیط کاری اینجوری که تو مجبوری اگه آدمی نجات پرسته کنار بیاری، چون ازش پول در میاری، زندگی تو میچرخونی، چون راحت نیست زندگی کردن تو کشورهایی که گرونن و همه کار میکنن زن و مرد. ولی وقتی انتخاب دستمه، نون من به اون شخص بند نیست، خب من حذفش میکنم. چند بار استوریاشو دیدم خیلی به هم برخورد، اصلا برای سیاه پوست نجات پرسته. سیاه پوستم مثل من آدمه دیگه، مثل من مهاجرت کرده دیگه، نباید اینطور باشه. من اون شخص رو نمیتونم تغییر بدم، ولی میتونم اکشن ها، رفتارهای خودم رو تغییر بدم تا کمتر آسیب ببینم. به نام زدم گفتم اینجوری میذاره و اینا. من نمیتونم با شخصی که از مهاجر بدش میاد نجات پرسته بگم میکاپ آرتیست من باشه. من و ساقدوشم هممون مهاجرت کردیم و هممون تو شرایط بودیم. دوست دارم یه روز آماده شدن برای عروسی خیلی لذت بخش باشه تا اینکه با یه نجات پرست آماده بشی که لب و لوچه‌شو آویزون کنه. خلاصه که به دختره فعلا نگفتم که کنسل کن میکاپمو، نمیدونم من انقدر مهربونم که به اونی که نجات پرستم باز دلم میسوزه، میگم نه من بهش نگم کنسل کردم ناراحت نشه حامل است. انقدر مهربونه خرم. بعد فکر به ناراحتی اونی که نجات پرسته فکر میکنم، بعد فکر نمیکنم اون منو ناراحت کرده، حالا بدون هدف یا بدون چی میگن، بدون قصد عمدی. خلاصه که گفتم بهش باید یه جوری بگم من نمیخوام باهات میکاپ بردارم. اولش فکر کردم بهش بگم باید من از استوریای نجات پرستانت بعد میاد و اینا نمیخوام میکاپ بردارم، و گفتم حالا این بچه کوچولوها میشه، این بچه کوچولوها که قور میزنن آره تو من اسب بازی نداری اینجوری کردیم. گفتم ولش کن. بهش میگم آها نمیخوام باهات میکاپ بردارم. البته خانم من نمیخوام باهات میکاپ بردارم، دلیلم بهش نمیدم. خب آره خیلی به هم برمیخوره، هر روز خدا میذاره آقا دهنه تو ببند. حالا دیگه من موندم و دنبال میکاپ آرتیست گشتنه. بعد میکاپ آرتیست های اینجا رو که کلن به جز همین نجات پرسته هیچ کدوم دوست نداشتم و به شهرهای نزدیکمون پیام دادم، به دوتاشون گفتن وقتشون هستن برای اون روز که 8 ماه دیگه از پره. بعد به یکی که تو این نزدیک ما بود ولی یه جزیره بغلمون بود که گفت هستن هزینه رفت آمدم نزدیک 1000 پوند میشه و من بعد کشتی رزرو کنم با ماشین بیام شب بعد بمونم اونجا که نزدیک 1000 خورده میشه که اصلا نمیارزه. شهرهای مثلا 2-3 ساعت فاصله و 3-4 ساعت فاصله هم گفتم، همشون گفتن هزینه رفت آمد زیاد میشه و بعد تا اینجا کسی رو پیدا نکردن. بعد اکثرا هم خیلی گرون میگیرن، یعنی 2000 تا نمیارزه واقعا برای میکاپ. اونی که اینجا بود اولی 100-200 پوند میشد، ولی دورن سفرشون خیلی هزینه داره دیگه. اینجوری شد که من از عکاس عروسیمونم پرسیدم، بهش پیام دادم گفتم کسی رو میشناسی که بیاد، البته اون اصلا بیسش از جایی انگلند نزدیک ما نیست ولی خب میاد، هزینه سفر هم نمیگیره، کارش هم خوبه دیگه. فیلم بردارمون هم از این شهر دیگه میاد، باز اونا هم هزینه رفت آمد نمیگیرن، ولی میکاپ آرتیست ها هزینه زیادی میگیرن برای اینکه سفر کنن و بیان و هزینه سوختشون هم میگیرن. اینجوریه که من رفتم تو گوگل سرچ کردم ببینم میکاپ آرتیست ایرانی داریم
اینجوری بهم برخورد. گفتم من با میکاپ آرتیستم ایرانی باشه هستن، چرا از اینا باید بگیرم؟ تقصیر خودش، نجات پرستیش باعث شد منم نجات پرست شد. گشتم یه دونه میکاپ آرتیست آقا پیدا کردم، اصلا ایرانی بود ولی اصلا به دلم نرفت، این کار قصابه. یا بعد یه دونه ایرانی هم پیدا کردم که یه دختری بود تو لندن بود، که لندن هم خیلی دوره، قطعا هزینه‌اش زیاد میشه، مگه اینکه یه میکاپ آرتیست اینفلوئنسری بیاد رایگان انجام بده که با هم کلابریشن کنیم، که من در اون حد پیجم بالا نیست که دیده بشم، کلا 1000 خورده ای فالوور دارم. اصلا خیلی دوست داشتم مثلا مثل صدف بیوتی یا هر بیوتی بلاگری که میکاپ انجام بده مثلا بیاد، حالا عروسیمونم بیاد، اب نداره، بیاد با همون برقصه اگه دوست داره، مثلا تو مراسم اونم شرکت کنه و میکاپ هم انجام بده، ایرانی باشه. خب ولی اونم بکن از آمریکا قرار باشه بیاد، بیلویت اینفلوئنسر قطعا هزینه برمی داره دیگه، از آمریکا بیای انگلیس و از این داستان ها. من موندم بدون میکاپ آرتیست و نامزدم امروز که خودت که میکاپ قشنگ میکنه خودت انجام ده. گفتم آره، میکاپ روزانمو به بهترین شکل انجام میدم، روز عروسی استرس میگیرم. بعد تو دلم میگفتم از ساق دوشان بپرسم برن دوره میکاپ بگذرونن، بیان آرایشمون انجام بدن، که تفلکی همشون دارن درس میخونن، شدید دانشگاه میرن، اصلا سرشون شلوغه. من موندم دیگه، اگه کسی رو میدونید اشتراک کنید بهشون بگید بیان میکاپ آرتیست من بشن، دخترای ایرانی. بعد اینجوری شد دیگه. خلاصه که یه موضوع دیگه مثلا بیاید از میکاپ اینجا بگم چه جوریه. اینجا استایلش بیشتر مثل اروپایی که تو ایران انجام میدن میکاپ، ولی بعضی هم خب روش قرمز ممکنه خوششون بیاد به استایل عروسیشون بخوره انجام بدن. زیاد ندیدم، همه خیلی نچرالن. بعد میکاپ آرتیست مثلا تقریبا اون هزینه که میگیره، اون حداقلش مثلا 60 پوند برای میکاپ عروس میگیره، 90 پوند برای موهاش میگیره و این کل هزینه ای که اگه میکاپ آرتیست نزدیکت باشه. ولی اگه نباشه هزینه رفت آمد بالای 500-600 پوند میره که میکاپ آرتیست های موبایل خیلی میگیرن. دیگه بگم دیگه چی کارا میکنن؟ ممکنه خیلی ها بخوام بدنشون هم آرایش کنن، مثلا یه برونزه داشته باشن بدنشون تیره تر باشه، بعضی از عروسا انجام میدن. اگه دقت کرده باشین چند سال پیشم عروسایی که تو مثلا آمریکا عروسی میگرفتن، عروسای ایرانی اکثرشون برونز داشتن، یا زن علیدایی که میکاپش خیلی برونز شدید داشت. کلا من ولی برونز دوست ندارم، اون رنگ پوست خودم رو دوست دارم. خلاصه که بگم کارای عروسی خیلی سخته، مخصوصا چیزایی که باید پلن بریزی و مثلا چند روز پیش داشتم با دیزاینر صحبت میکردم برای کلیسا و برای مراسم سالن عروسی. شب داشتم کفش عروسی میدیدم، مثلا خیلی داره نزدیک میشه و میخوام همه چی تموم بشه. خلاصه که بگم اومدم با تو گپ کنم دیگه. همین گپ معمولی داشتیم. ناخنامم گفتم میخوام برم ژلیش کنم، خودم نکردم. یه لاک معمولی خریدم، نگاه لاک زدم. این دستم خیلی خوبه، این دستم که همش شکسته است، ناخنام اصلا نگاه شکسته، نمیدونم چرا به این روز افتاده هستن. شاید به خاطر بارداری نگاه شکسته همشون اینجوری خطی میشکنن، موهام میریزه. حالا بکنم به خاطر همین بارداریه دیگه باید باش کنار بیام. اصلا ناخنام انقدر خوب بود تو دوران بارداری، بلند خوشگل، الان همشون شکستن. بعد دیگه گفتم همون ناخنم لاک معمولی رو بزنم، حالا یه محافظتی کنه. ناخنم چون خیلی شکننده و حساس شده گفتم ژل نزنم. اینجوری دیگه. اگه خبری خواستیم تو زندگی تو افتاده و چیزی شده تو کامنت ها بذار، میدونی که ما دوستیم، گپ هم میزنیم. بعد مرسی که